سال 2025 برای فعالیت مجلس نمایندگان پلات پایانی پارلمان تاجیکستان 48 میلیون سومانی یا 5.2 میلیون دلار خرج شده است. این نکته در گزارش رهبری دستگاه مجلس نمایندگان صدا داد. در این گزارش که روزنامه پارلمانی صدای مردم نشر کرده آمده است، برای مجلس نمایندگان 4 میلیون سومانی بیشتر از نقشه پیش بینی شده در آغاز سال مبلغ خراجات شد. در این گزارش آمده است که تنها برای معاش وکیلان و کارمندان مجلس نمایندگان بیش از 18 میلیون سومانی خراجات شده است. اما رهبری دستگاه مجلس نمایندگان حجم معاش وکیلان پارلمان را فاش نکرده است. حجم مبلغ پیش بینی شده برای کار مجلس نمایندگان در سال 2026 معلوم نیست. در گزارش رسمی تنها آمده است سال آینده فقط برای معاش هر ماهه وکیلان و کارمندان مأموری مجلس نمایندگان ماهانه 1.6 میلیون سومانی پیش بینی شده است. پلات پایانی پارلمان تاجیکستان 63 وکیل و 232 کارمند تکنیکی و یاری رسان دارد. طبق کنستیتوسیون تاجیکستان تمام قانون و سازشنامه‌های بین المللی تنها بعد تصویب در مجلس نمایندگان اجرایی می‌شوند. منتقدان پارلمان تاجیکستان را برای خاموشی در برابر مشکل‌های جامعه و بدون بحث و بررسی قبول کردن قانون‌ها تنقید می‌کنند. انتقادی که خود وکیلان قبول ندارند. بیشتر کرسی‌های مجلس نمایندگان در اختیار حزب حاکم خلق دموکراتی و احزاب طرفدار حکومت هستند. حزب سوسیال دموکرات که یگانه حزب مخالف در کشور گفته می‌شود، در پارلمان نماینده ندارد.